شبتون بخیر. توی این ویدیو میخوام در رابطه با میم کوین ترامپ صحبت کنم که شاید خیلیاتون سوال داشته باشید که ما از این فرصت جا موندیم الان بخریم یا نه، و خیلیاتون درخواست تحلیل این میم کوین رو داشتید که الان میخوام در رابطه با اون صحبت کنم. اول اینکه در تایم فریم 5 دقیقه داریم بررسیش میکنیم و 15 دقیقه بعدش میریم نگاهی میکنیم. حالا بیام تو 5 دقیقه باز بهتره، چون خب تازه اومده این میم کوین و یکم در واقع میشه بهتر اینجا بررسیش کرد. خب یه حمایت داینامیک رو در محدوده 22 تا 24 دلار داره. پس یعنی در واقع ما این محدوده رو میتونیم محدوده خوبی در نظر بگیریم برای برگشت قیمت، و ضمن اینکه یه حرکتی رو هم اینجا زده که اگر نگاه کنید داره همون رو اینجا تکرار میکنه که میتونه بعد از این در واقع از اون محدوده‌ای که مشخص کردیم رشد خوبی رو داشته باشه. یعنی قاعدتا اگر کسی هم در واقع میخواد وارد بشه، به نظرم محدوده حالا میگیم 25 تا 23 دلار محدوده بدی نیست و خوبه، حتی تا 22 دلار هم شاید بتونه بیاد. و در حقیقت اگر این ترند رو از دست بده، این در واقع حمایت داینامیکی که اینجا با قرمز رنگ مشخص کردی دیگه گزینه مناسبی نیست و استاپتون رو زیر این میتونید بذارید. آخرین حمایتش هم که دیگه بعدش میاد روی 15 دلار. یعنی کلا تا زمانی خوبه که این ترند رو از دست نداده، چون دیگه از دست بده احتمالاً پول بک میزنه و بعد میریزه. و از اون برم خیلی بسته به چارت سولاناست، یعنی حتما چارت سولانا رو زیر نظر داشته باشید. اتفاقا سولانا به خاطر تقاضایی که برای این میم کوین ایجاد شد امروز رشد خیلی خوبی داشت و ATH زد، ولی خیلی باید دقت داشته باشید چون الان با مهمترین مقاومتش درگیر سولانا و اگر فردا اصلاحی داشته باشه میتونه این میم کوین هم اصلاح داشته باشه و بعدش ببینیم حالا تو تراش بعدی چه کار خواهد کرد. این از یک بررسی وضعیتی بود روی میم کوین ترامپ که امیدوارم بهتون کمک کرده باشه. در کل ما روی سولانا همچنان صعودیم چون به نظرمون میتونه در واقع ایتیچش رو بزنه، ضمن اینکه سولانا در مقابل اتریوم رو اگر نگاه بکنیم بسیار وضعیت خوبی داره و نسبت به اتریوم پرفورمنس بسیار خوبی داشته، عملکرد بسیار حتی بهتری داشته و میبینید دیگه این سطح رو داره میزنه دیگه، در حال زدن ATH و اتفاقات شگفت انگیزی میتونه براش بیفته. و اگر ETF سولانا تایید شه اتفاقات فوق العاده هیجان انگیزی در انتظار این عرضه و حتی میم کوین خود ترامپ که دیگه رسما ازش حمایتش رو اعلام کرده. مرسی از شما که تا به اینجا همراه ما بودید. شب خوبی داشته باشید.